بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان با شما عزیزان هستم. البته به یاد دارید که قهرمان ما یوسف ابن تاشفین که در قسمت گذشته در موردش صحبت کردیم، صحبت ما به پایان نرسید و وقت برنامه تمام شده بود و با شما وعده سپرده بودم که در این قسمت ان شاء الله در مورد کارنامه و جهاد یوسف ابن تاشفین در اندلس صحبت بکنیم و سپس این قهرمان را هم داستان این قهرمان را نیز به پایان برسانیم و به قهرمان بعدی می رویم ان شاء الله. وقتی که دولت مرابطین قوت خود را گرفت و دیدیم که امیر اشبیلیا، امیر مسلمانان، وقتی که با مرابطین ملک نصرانی ها را، شاه نصرانی ها را تهدید کرد، آنها می ترسیدن از دولت مرابطین و خصوصا از یوسف ابن تاشفین. یوسف ابن تاشفین را گفتم که مورخین او را صلاح الدین مغرب می نامند. صلاح الدین ایوبی صلاح الدین مشرق و یوسف ابن تاشفین صلاح الدین مغرب. اوضاع مسلمانان در اندلس هر روز وخیمتر شده می رفت. اختلاف و تفرقی که میان امرای مسلمان در اندلس ایجاد شده بود و هر کس سعی می‌کردند دیگر را از پیش روی خود بردارند و برای این کار اگر نیاز میشد حتی از مسیحیان کمک می‌گرفتند. اوضاع مسلمانان در اندلس خیلی وخیم بود. اینجا معتمد ابن عباد که یکی از امیران مسلمان در یکی از شهرهای اندلس هست و مسلمانان به شکل عموم در اندلس از دولت مرابطین کمک خواستند که ما را از شر این مسیحیان نجات دهید. وقتی که این پیام به یوسف ابن تاشفین و صلاح الدین مغرب میرسد، فوراً به دعوت و ندای مسلمانان اندلس لبیک میگوید و لشکر خود را گرفته به سوی اندلس حرکت میکند. وقتی که در اندلس میرسد، اولا سعی میکند که این اختلاف و دوری که میان امرای مسلمانان و حاکمان مسلمان در شهرهای متعدد هسپانیا ایجاد شده است، این دوری ها را کم بکند، این لشکر اسلامی را متحد و یک پارچه بسازد تا بتوانند در مقابل دشمن همیشان که نصرانی ها هست جهاد کنند. اینجا یک تعدادشان با لشکر یوسف ابن تاشفین میپیوستند، اما تعداد دیگر انکار میکنند که چرا ما با تو یک جا شویم، چرا زیر پرچم تو اصلا بیاییم. تو خلیفه مسلمانان نیستی ای یوسف ابن تاشفین؟ چگونه ما زیر پرچمش تو جمع شویم؟ و تو قریشی هم نیستی که خلیفه مسلمانان باید از قریش باشد، چطور ما زیر پرچم تو جمع شویم؟ انکار کردند. یوسف ابن تاشفین گفت من ادعای خلافت نکردم، خلیفه مسلمانان در بغداد هست، خلیفه عباسی، منم به آن بیعت کردم، من یکی از فرماندهان او هستم، یکی از افراد او هستم، یکی از عساکر ارتش مسلمانان در خلافت عباسی هستم، بیاید با من جمع شوید. گفتن چی دلیل داری برای این حرفت که تو تابع خلافت عباسی در بغداد باشی؟ گفت شما نمیبینید که در تمام مساجد افریقا و شمالی افریقا در خطبه های جمعه برای خلیفه دعا کرده می شود؟ این یکی از نشانه هایی بود که برای هر خلیفه‌ای که در نمازهای جمعه دعا می شد، یعنی اطاعت و اتباع از آن خلیفه دارند. این به این معنا بود. گفتن این کار را تو برای فریب میکنی، ورنه تو خلافت عباسی را قبول نداری. خب اینجا یوسف ابن تاشفین به خلافت عباسی، به خلیفه مسلمانان در بغداد پیام میفرستد که
من به عنوان خلیفه شما را قبول دارم، نام شما در خطبه های جمعه در تمامی شهرهای افریقا گرفته می شود، برای شما دعا خوانده می شود. وظیفه این مغرب و اندلس را به من بدهید تا اینجا بتانم مسلمانان را جمع کنم، جهاد بکنیم. خلیفه مسلمانان که مقتدی بود فوراً برای امارت و فرماندهی یوسف بن تاشفین پیام میفرستد و او را به عنوان فرمانده مسلمانان در مغرب اعلان میکند. علی کل حال باز هم این کسایی که منافقت میکردن با لشکر مسلمانان جمع نشدن. المهم معرکه میان مسلمانان، معرکه معروفی در اندلس میان لشکر یوسف بن تاشفین و میان مسیحیان صورت گرفت که آن معرکه را به نام زلاقه، معرکه زلاقه میگویند. زلاقه به زبان عربی به معنای لغزیدن. مورخین میگویند که در این معرکه به حد خون ریخته شد که وقتی که عساکر هر دو طرف حمله میکردن بالای هم، بالای این خون میلغزیدن و میافتیدن. به او خاطر این معرکه را معرکه زلاقه گفته می شود. این معرکه در سال 479 هجری صورت گرفت. معرکه یعنی فیصله کننده بود. این معرکه یا مسلمانان را به طور کلی از اندلس ختم می کرد و یا هم باعث نجات مسلمانان می شد که تا چند قرن بعد باید آنجا بمانند. اینجا یوسف بن تاشفین یکی از ابرمردان تاریخ اسلام، یکی از قهرمانان واقعی تاریخ درخشان اسلام، یکی از فرماندهان جنگی، یکی از کسانی که توانست در مدت کم اکثریت مطلق براعظم افریقیا را در دولت مرابطین شامل بسازد، این فرماندهی جنگ را به دست داشت در این معرکه تاریخ ساز زلاقه. مورخین می نویسند که در این جنگ پیروزی نصیب یوسف بن تاشفین و لشکر مسلمانان شد. به حد مسلمانان مسیحیان را در اندلس کشتند که خون زیر پای عساکر جاری می شد و اینها بالای آن خون می افتیدند. وقتی که در این معرکه فیصله‌گر و فیصله ساز جنگ اندلس مسیحیان شکست خوردن، خوار و ذلیل برگشتند و قوت و دبدبه مسلمانان یک بار دیگر در اندلس توسط یوسف بن تاشفین حفظ شد و یک بار دیگر مسلمانان در اندلس توانستند که مفتخرانه با افتخار زندگی بکنند و از سوی نصرانی ها مورد ظلم و تعدی و تحقیر و توهین قرار نگیرند. یوسف بن تاشفین بود که در معرکه زلاقه نصرانی ها را شکست داد و مسلمانان در این معرکه بزرگ و در این معرکه تاریخ ساز که به نام معرکه زلاقه معروف هست مسلمانان پیروز شدند و نصرانی ها شکست خوردن و ذلیل و خوار برگشتند. همین بود که زوال دولت اسلامی و زوال امت اسلامی از اندلس توسط این پیروزی تا چند قرن به تأخیر افتاد. ورنه اگر در این معرکه خدای نخواسته اگر لشکر مسلمانان شکست می‌خوردن، اینجا دیگه قصه مسلمانان در اندلس تمام میشد. اما پیروزی مسلمانان در این معرکه زلاقه باعث این شد که مسلمانان تا چند قرن دیگر هم در اندلس حکومت داشته باشند. بعد از این پیروزی علما از یوسف بن تاشفین خواستند که اندلس را هم همراه دولت خود که در افریقیا هست ضم کند، ضمیمه کند. اینجا دلیل علما این بود که امرای مسلمان که در اندلس هستند توانایی ندارن یکی که امور مسلمانان را رعایت بکنند، کنترل بکنند و همچنان نمیتوانند به تنهایی خود از شر نصرانی ها مسلمانان در اندلس را نجات دهند. لذا علمای مسلمان از یوسف بن تاشفین خواستند که اندلس را بعد از این
به قلمرو دولت مرابطین ضمیمه بکند تا اون اختلاف و شقاقی که در میان امرای مسلمان در اندلس بود دوباره برنگردد، مبادا که نصرانی ها باز بالای مسلمانان در اندلس حمله بکنند. اینجا اندلس هم به قلمرو دولت مرابطین داخل می شود که این هسپانیا و کشورهای اطراف اروپایی دیگر در اطراف هسپانیا نیست، به شمول کشورهای افریقایی که قبلا نام بردیم در دولت بزرگ مرابطین تحت خلافت عباسی داخل می شوند. اینجا مسلمانان وقتی که می بینن، اتباع یوسف ابن تاشفین وقتی که می بینن دولت مرابطین از تونس گرفته تا غانا، از غانا گرفته تا اندلس، این مساحت بزرگ تابع دولت مرابطین هست و در دولت مرابطین شامل هست، باید حاکم مرابطین، فرمانده مرابطین، امیر دولت مرابطین باید خلیفه مسلمان ها باشد. این خلیفه عباسی در بغداد تنها یک بغداد را کنترل می کند، بقیه اطراف بغداد هم از تصرفش بیرون شده است. باید خلیفه مسلمانان یوسف ابن تاشفین باشد. اینجا ما تقوا و پرهیزگاری و زهد یوسف ابن تاشفین را می بینیم که می گوید نه خیر، برای خلافت مسلمانان باید شخص قریشی باشد که خلیفه مسلمانان در بغداد هست و من به عنوان یکی از خادمان خلافت اسلامی، یکی از عساکر ارتش اسلامی هستم. به هیچ عنوان من این را قبول ندارم که خلیفه مسلمانان شوم. خلیفه مسلمانان خلیفه عباس جان در بغداد هست، من از او اطاعت و اتباع می کنم. این دلالت می کند که یوسف ابن تاشفین با تمام این شجاعت و قهرمانی و مردانگی که از خود نشان داد خودخواه نبوده، مغرور نبوده و این همه جهاد را به خاطر این نکرده که به من خلیفه مسلمانان گفته شود. قسمی که امروز ما میبینیم تعداد گمنام هایی را که نی کسی میشناسند، نه در هیچ جای قدرت و سیطره و چیز دارن، برای مسلمانان جز ظلم و تعدیشان چیزی نمیرسد، ادعای دروغین خلافت اسلامی را میکنند. اینجا یوسف ابن تاشفین میگوید نه خیر، من خلیفه مسلمانان نیستم، بلکه من یکی از عساکر خلافت اسلامی هستم، یکی از عساکر ارتش خلافت عباسی هستم. مردم گفتند خب اگر این را قبول نمی‌کنی ما با چه نام تو را باید صدا بکنیم؟ یک نامی باشه که تو را از دیگر امرا جدا بسازه، امتیاز بده تو را. بالاخره او را برایش لقب امیرالمسلمین را دادن. البته برای خلیفه مسلمانان در عهد اموی و قبل از او، از عهد عمر بن خطاب رضی الله عنه تا خلافت اموی و در عهد خلافت عباسی به خلیفه مسلمانان امیرالمؤمنین گفته میشد و به یوسف ابن تاشفین امیرالمسلمین، لقب امیرالمسلمین را دادن. تنها به این نه بلکه به دیگر کسانی که دولت‌های اسلامی را که تابع خلافت باشد تأسیس کردن، با آنها نیز همچون لقب‌های داده شد. پس به یوسف ابن تاشفین لقب امیرالمسلمین را دادن. و از جمله علامت‌های تقوا و تمسک به دین یوسف ابن تاشفین وقتی که ما می‌بینیم سکه هایی را که او صادر می‌کرد، سکه هایی که درهم بود او را از نقره می ساخت و سکه های دینار را از طلای خالص می ساخت. در سکه هایش در یک طرف سکه نوشته بود که در بالا نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله و در پایین نوشته بود امیرالمسلمین یوسف ابن تاشفین. در وسط این سکه هایش نوشته کرده بود که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. در سرزمین ما، در دایره دولت مرابطین، اگر کسی جز اسلام دین دیگری را تلاش بکند هرگز از او پذیرفته نمی شود. ما او را شکست می دهیم و در آخرت هم او
خاسر و زیانکار خواهد بود. این دلالت میکند که یوسف ابن تاشفین با این همه قهرمانی هایی که داشت مغرور نبود، باز هم خود را غلام از غلامان حلقه و گوش اسلام میدانست، خود را یک فرزند از فرزندان راستین اسلام میدانست. و در صفحه دیگر این سکه ها نام خلیفه عباسی ها نوشته بود که الامام عبدالله امیر المؤمنین. البته این امام عبدالله برای تمام خلفای عباسی نیز گفته می شود. و یوسف ابن تاشفین با تبعیت از خلافت عباسی رنگ سیاه را شعار دولت مرابطین قرار داده بود که این رنگ در خلافت عباسی و در دولت عباسی نیز همین رنگ شعار دولت عباسی بود. این حرفا را من به خاطر این میگویم که کسی این گونه فکر نکند شاید یوسف ابن تاشفین یک باغی بوده که از خلافت عباسی بیرون شده و علیه خلافت عباسی پرچم بلند کرده باشه. نه خیر، نه خیر. با وجودی که قوتی که دولت مرابطین داشت و مساحتی را که دولت مرابطین داشت خیلی بزرگتر از مساحت خلافت عباسی بود که خلافت عباسی بر آن تصرف داشته باشد و تسلط داشته باشد، اما باز هم اینها میدانستند که اختلاف میان مسلمانان هیچ وقت به نفع اسلام و به نفع امت اسلامی نیست. به همین خاطر ولو به نام هم که باشه اطاعت خود را از خلافت اعلان میکردند. نه تنها با ادعای خالی بلکه با تمام اعمالی که کرد ثابت کرد که واقعا او تابع خلافت عباسی بود تا این گونه بتواند برای اسلام و مسلمانان در افریقا و در غرب جهان اسلام خدمات ارزنده داشته باشد. یوسف ابن تاشفین در موردش البته مورخین در مدح و ثنایش قسمی که من از ابن اسیر و از امام ذهبی رحمه الله نقل کردم که در مدح او میگویند، ناقلین اخبار در مورد او خیلی نقل میکنن، اما باز هم با تأسف که حق این ابرمرد را ما نمیتوانیم ادا بکنیم. در شرق اسلامی، در کشورهای شرق اسلامی که ما زندگی میکنیم، نام یوسف ابن تاشفین را شاید فقط شاگردان تاریخ بفهمند و بدانند. عامه مسلمانان از نام این ابرمرد و از نام این قهرمان بیخبر هستند. چرا ما بیخبر باشیم؟ اگر فرزندان مسلمان در شرق اسلامی صلاح الدین ایوبی را میشناسند، کسی که بیت المقدس را فتح کرد، چرا یوسف ابن تاشفین را نشناسند، کسی که کل افریقا را به قلمرو اسلام داخل کرد، کسی که اندلس را از چنگال نصرانی ها نجات داد، کسی که بقایای دولت رافضی عبیدی را از مراکش و از مغرب برچند و بیخکن کرد. باید فرزندانمان این ابرمردان را بشناسند. ما با آنها تاریخ این ابرمردان را حکایت بکنیم، نقل بکنیم و سعی بکنیم که آنها را مثل یوسف ابن تاشفین، مثل ابوبکر ابن عمر لمتونی، مثل عبدالله ابن یاسین، مثل طارق ابن زیاد، مثل محمد ابن قاسم، مثل صلاح الدین ایوبی، مثل موسی ابن نصیر و غیره فرزندان به جامعه اسلامی، به امت اسلامی تقدیم کنیم تا بتوانند که امت اسلامی را از این ذلت و خواری که ما دچار آن هستیم نجات دهند. دعا میکنیم خداوند برای ما یوسف ابن تاشفین را نصیب بکند. این قهرمان ما، این ابرمرد از ابرمردان تاریخ اسلام، در سال 500 هجری در ماه محرم تقریبا به عمر 100 سالگی که بیشترین عمر خود را در راه دعوت و جهاد صرف کرد، این دار فانی را وداع گفت. انا لله و انا الیه راجعون و از خداوند برایش دعا میکنیم جزاه الله خیرا عنا و عن الاسلام و المسلمین. همه شما عزیزان را تا برنامه بعد و
تا اینکه با قهرمان جدید خدمت شما برگردم. به الله یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله.